Карима. Боковые судьи, судья международной категории Сироджиддин Чориев, Узбекистан, и судья международной категории представитель Исламской Республики Иран Хосрайор Дарюш Али. Tajikistan, Jahangir Majidov. Ahlan va Pakistan. Ushbu varzish darajai baynalmilaliy Namangan Jumhuriy Tojikiston Tomroqshoyi O'stopiriyon. برای به دست آوردن شاه جایزه در وزن تا 90 کیلو نبرد کامرانشاه اوستاپریان با جهانگیر مجیدوف در وزن تا 90 کیلو است. دوستان عزیز، این رقابت قسمت فینالی است و کامرانشاه با جهانگیر مبارزه میبرند. اولین هجوم از جانب جهانگیر مجیدوف. عطا عباس با فریدون اوستاپیروف هر دو در پهلو نشستند. جهانگیر مجیدوف دست چپ خود را برای کامرانشاه داده است. جهانگیر مجیدوف قد بلند دارد، کامرانشاه باشد. در اینجا یک حرکت کرد و جهانگیر مجیدوف هم از کامرانشاه را داشته است و حالا دوباره برای به دست آوردن امتیاز این دو پهلوان مبارزه میبرند. کامرانشاه گریبان را مستحکم داشته است، دست راست جهانگیر را قوی داشته است، گریبانی را همچنین گرفته است و برای جهانگیر امکانیت نمیدهد جهانگیر باشد زمین میافتد. حالا اینجا نبرد تیز و تند ادامه دارد. داوری درجه بین المللی از جمهوری ازبکستان در اینجا گیرید میگوید گوشتین. جهانگیر کامرانشاه از سمت دورتر کامرانشاه روش را به کار برد. جهانگیر باشد حالا مستحکم رو برای کامرانشاه ایستاده است، نمیخواهد که امتیاز دهد. حرکت از هر دو جانب پیوسته اجرا میگردد. آگاهی برای جهانگیر مجیدوف. اولین آگاهی را برای جهانگیر مجیدوف نشان داد داور مرکز. در اینجا کامرانشاه حالا دست رقیب را مستحکم داشته است. جهانگیر مجیدوف اطراف کامرانشاه چرخ میزند. آن اکنون ببینید در اینجا یک حرکت دیگر از هر دو جان. بعد از امر داور حرکت کردن من است. ادامه نبرد در وزن تا 90 کیلو میان کامرانشاه اوستاپریان و جهانگیر مجیدوف ادامه دارد.
حالا این دو پهلوان قوی دست آستین داشتند. اکنون حدود 2 دقیقه دیگر مبارزه میبرند در وقت اساسی. مبارزه پهلوانان زیادتر میشود. هر دو پهلوان با یک نیروی بلندی گشتنگیری مبارزه میبرند. جهانگیر مجیدوف راستو گشتین میگیرد. کامرانشاه یوسوپیریانیس به نبرد میگذارد. اینجا اکنون ببینید وقت کمتر از 1 دقیقه دیگر باقی میماند. رقابت ادامه مییابد. حالا اکنون توقف می شود میان پهلوانان تا 90 کیلو برای به دست آوردن جایزه. اینجا نبرد بسیار هم تیز و تند اجرا می گردد. هم جهانگیر و هم کامرانشاه دو پهلوان نامدار جمهوری تاجیکستان که در گشتن جدا هم آنارشون بلند بود. مدعی اساسی برای به دست آوردن جایزه این جفت است که تلاش می‌ورزند. صدایی که از جهانگیر مجیدوف صدای نفسی آزاد خود را میبرارد تا نبرد را ادامه دهد. کامرانشاه یوسوپیریان یک تک سبز است، مبارزه دارد با یک آگاهی. حالا کامرانشاه یک قدم به پیش است. جهانگیر با دست چپ، هر دو پهلوان یکدیگر را میسنجند. در که دست چپ از گریبان یکدیگر داشتن مقصد دارند آنها. جهانگیر اکنون اولین شده از دست راست، کامرانیم مقابل او بسیار هم قوی ایستاده است. نشستن از جانب جهانگیر مجیدوف هیچ امکان نداد. وقت 3 دقیقه دیگر اضافه می شود. 3 دقیقه دیگر اضافه می شود. در وزن تا 90 کیلو مبارزه برای به دست آوردن جایزه که این پهلوانان را رو بروی هم آورده است. حالا ببینید باهای بدن گرفتن یا اینکه با پهلوان دیگر تنبیه دادن، پس غالبیت معین میشود. اکنون رقابت پهلوانان 90 کیلو با جد و جهد زیاد ادامه می‌یابد. اوه، یک عمل بسیار خطرناک از جانب کامرانشاه یوسوپیریان بر مقابل جهانگیر مجیدوف. جهانگیر مجیدوف حالا اکنون برمیگردد و میخواهد که دوباره دست و چنگال به سمت رقیب کند. یکی بالا دیگری از نشستن مصلحت میدهد. اوه، انا این شیوه برای کامران کمی مشکل است. بله، این شیوه برای کامران خیلی مشکل است و جهانگیر در فاصله نزدیکترین و ببینید حالا بسیار حالت خطرناکه که میتواند کسی را به زمین افشاند. اینجا کامرانشاه یوسوپیریان چون کمر میدهه برای جهانگیر امکانات را از دست دادن است.
حالا داور مرکز قرار نهایی خود را درباره آگاهی یا دادن نداده است در اینجا. حالت مانیتور در آنجا چی شده است، ولی حالا تو اصلاح گردیدنی مانیتور در اینجا جهانگیر منتظر است و کامرانشاه که استاپیریان هم در اینجا دست میتکند به خاطر که ادامه برای رقابت. نفس تازه جهانگیر بار دیگر بلند می شود. ما از دست تکاندن کامرانشاه به نفس تازه برآوردن جهانگیر گفتیم. اینجا فقط برادری است. ما فقط به خاطر برادری که در آنجا گشتنی ملی هم این مقصدش متحد ساختن ورزشکاران است. در اینجا هر دو ورزشکار فرزند تاجیک هستند، هر دو پهلوانی هستند که در مقیاس جهان تاجیکستان رو بلند میبردارند، آبروی تاجیکستان رو. ما یکی رو از دیگر بلند یا پست مانده نمیتوانیم. هر دو پهلوانی هستند که در مقیاس جهان آبروی تاجیکستان رو بلند میبردارند. مهم برای ما ارزش‌های ملی کشور است، نه این قسمت فینالی که در اینجا است. خب اکنون ادامه می‌یابد نبرد. دوستان عزیز، چند دقیقه دیگر باقی مانده است. حرکت پهلوانان. حالا سرداور میگوید که استید لحظه تابلو. کامرانشاه گشتای برگشته دستان رو میتکند و جهانگیر باشد از جای خود بالا میخیزد. باید میان این دو پهلوان، میان طرفداران این دو پهلوان فقط به خاطر نشان دادن هنر اصیلی گشتینگیری باشد. مخلصان همه منتظر هستند و همین لحظه را که چی می شود در اینجا. نبرده که از هر دو جانب دو پهلوان امیدبخش تاجیک میان هم گشتین میگیرند. یکی رقم یکی جهان نوجوانان بود و کامرانشاهی که دو مرتبه به پایه قهرمانی آسیا در نمود گشتنی جدا رسیده است. دو پهلوانی که هر دو هم در مقیاس جهان گشتنی جدا موقع خاصه خود را دارند. اینجا مردم را ببینه دوستان عزیز، در دل شب مردم بیدار است، با چشمان خود این نبرد را تماشا میکنند. کسی از جای خود بیرون نمی روند، کسی از جای خود کنار نمی روند، کسی از جای خود به بیرون نمی روند. همه منتظر است، همه دیدار همین رقابت هستند. 47 ثانیه دیگر مانده است. برای همین حاضر همین لوحه تابلو را ساز میکنند. 2 دقیقه و جز دوام میکنند. این دقیقه و 47 ثانیه نگاه کنید همتون. اینا باید بگیرید. من این آغوش برادری است در گشتنی ملی تاجیکی. این را آغوش برادری میگن و مبارزه ادامه مییابد. حدود 3 دقیقه دیگر آنها در اختیار دارند. اوه، اینجا حرکتی جهانگیر مجودوف.
کامرانشاه اوستاپیریان در مقابل او قوی می‌ایستد. جهانگیر با اوستاپیریان کامرانشاه روبرو ایستادند. حرکت این دو پهلوان برای به دست آوردن امتیاز از هر دو جانب است. در اینجا از همه جانب مصلحت ها است برای کامرانشاه، برای جهانگیر مجیدوف. اکنون ببینید حالا دست و چنگال یکدیگر مبارزه بردند. دو دقیقه دیگر در اختیار دارن آنها، مبارزه میبرن برای به دست آوردن امتیاز نوبتی. یک دقیقه زیادتر در اختیار دارند دو پهلوان. حالا با شجاعت و یک نیروی بلند پهلوانی گشتین میگیرند. حالا پهلوانان اکنون توقف میکنن، کمی نبرد سبکتر میشود، سرعتناکی کمتر میشود. ببینید در اینجا اکنون گشتین سرعتناکیش کمتر می شود، کمتر می شود. باید اصول رو انجام دهند آنها. کسی از پهلوانان باید در اینجا موفق گردد. باید کسی از پهلوانان در اینجا موفق شود. باید کسی از این پهلوان در کمر داشته است و پرتوف حلال است. انا این پرتوف است که از این دیده دیگر جای حاجت نیست. در ثانیه های اخیر جهانگیر مجیدوف بالاخره کار خود را انجام داد و کامرانشاه را با تخته پشت افکند. باور کنید این همه شاهد است در اینجا، این نبرد را تماشا کردن و از دیدنش حلاوت بردن. آفرین، جهانگیر بالاخره کار خود را در لحظه های آخران انجام داد. عطا عباس از پرتوفت جهانگیر مجیدوف خیلی شده است. جهانگیر شاید دستش هم باید برداشته باشد. خب به هر حال اینجا نبرد در وزن تا 90 کیلو میان جهانگیر مجیدوف و کامرانشاهی اوستاپیریان با پرتوفت زیبای جهانگیر مجیدوف به انجام رسید. آفرین. وزن جمع 90 کیلو باقی مانده است. عطا عباس نفس تازه میبرارد. آفرین. غالب وزن 90 کیلوگرم نماینده جمهوری تاجیکستان جهانگیر مجیدوف.